سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه دیگر از سری برنامه‌های مهندسی جهل در خدمتتون هستم. دیروز به اشتباه جلسه قبل، یعنی به اشتباه جلسه 31 رو اعلام کرده بودم که جلسه 30 بود و امروز جلسه 31 این هستش. ببینید، وقتی داریم از کتاب صحبت میکنیم، از تمدنی که بعد از خط و کتابت ایجاد شده داریم صحبت میکنیم. میدونید که تمدن دارای چند مرحله است. مرحله‌ای که انسان توانست ابزار بسازه، یک وسیله بسازه، هر وسیله‌ای که تونست بسازه، از سنگ و فلز و اینها هر کدوم یه مرحله از تمدن بشری هست. ولی همه اینها وقتی اتفاق افتاد که انسان تونست به یه مرحله از رشد عقلی برسه و بتونه ابزار رو تشخیص بده. خب وقتی انسان از سنگ یا هر چیز دیگری، استخوان و اینها، یه ابزاری رو ساخت، هنوز روستانشین نشده بود، هنوز در حال چرخش بوده، یعنی در حال حرکت بوده، در حال کوچ مداوم بوده، مثل حیوانات. بر اساس فصل و شرایط جغرافیایی، کمبود آب، کمبود شکار، کمبود میوه، کمبود سبزیجات، مجبور بود که همراه حیوانات حرکت بکنه، چون که منبع اصلی انسان درخت، میوه ها بود و همچنین حیوانات بود. ولی وقتی به مرحله رسید که تونست آهن رو به دست بیاره، انسان میشه گفتش که یواش یواش تونست ساکن بشه در یه جایی، حالا یا غاری بود یا نمیدونم زمین رو کنده بود، یا اینکه در یک غارهای در دل کوههای جایی زمین رو کنده بود زندگی میکرد، یا در غارهای طبیعی زندگی میکرد. به هر حال این زندگی به این شکل به مرحله از سکونت رسید و این از این مرحله استش که انسان یواش یواش میرسه به مرحله اختراع خط، برای اینکه دیگه حالا یه مقدار اون فکرش از اینکه دنبال غذا بگرده و پیدا بکنه یه مقدار جمع شده و متمرکز شده بر روی نیازهای دیگر. اینکه علامت بذاره که آقا اینجا مثلا شکار هست، نیست، غذا پیدا میشه، نمیشه، مثلا به نیروهای مافوق بشری اعتقاد داره و اینها در این مرحله پیدا میشه و اینها رو میخواد با یه علایمی برای دیگران یا آموزش بده یا نشانه گذاری بکنه که اینجا فلانجا برید، و اینها رو روی غارها نقاشی میکنه، روی جاهایی که هستش علامت میذاره و به این طریق میشه گفتش که به همدیگه پیام میدن. یواش یواش این خیلی سالها طول میکشه و این نقاشی های بهتری میشن. مثلا ما اینها رو در مصر میبینیم، در معابد مصر، در کاغذ مصری که پاپیروس نامیده میشه، اینها رو میبینیم که بیشتر نقاشی، زبان نقاشی هستش و بعد یواش یواش خط میخی، خیلی اون زبان نقاشی خیلی وقت گیره و مطلب زیادی هم نمیشه نوشت و برای نوشتن که مطلب زیاد هم یه جای زیادی نیاز داره، کار زیادی برای آماده سازی اون زمینه نیاز داره. برای همین انسان ها میرن دنبال این که یه خط، حالا در ایران گفتن میخی، ولی این چیزی که در ترک های ما در آذربایجان جنوبی بهش نام دادن، خیلی هم نام با مسمایی هست، خط اخی، تیر کمان، از سر تیر میاد اون اخو خطلر. این دو تا معنی داره. دوستان به معنی اون تیری هستش که از کمان شما پرت میکنید، اون اخه. در این حال اخو
فعل خوندنه، دوباره این از زبان شما پرت میشه. این یه تشابه بیخودی نیست، برای اینکه بین اخماخ و اخو یه ارتباط هستش. یعنی شما چی رو میخونید اونجا؟ شما اون علایمی که اخ ایجاد کرده رو اخو میخونید. یعنی با اخ در زبان ترکی بین این تیری که در کمان میذارید و پرتاب میکنید با اخماخ که شما یه چیز رو باید بخونید و به خصوص امر اون یک رابطه مستقیم هست. اخو یعنی اون علائمی که با اخ سر اون تیر نشانه گذاری کردند و استاندارد شده برای ملت اون زمان ترک، شما باید اون رو بخونید. خب اون هم ظاهرا یک علائم استانداردی که اکثر ترک ها در اون زمان باید قادر می بودن بخونن، برای اینکه این با اخ یعنی با تیر و کمونی که به خصوص با تیری که همراهشون بوده برای شکارینا، این رو علائم گذاری میکردن تا کسای دیگری که اونجا میان یا فامیل و دوستان و اقربا و نمیدونم حالا اینا برن کسان دیگه بیان یا علائم بذارن، برای اینکه سال بعد اومدن بدونن کجا هستن، کدوم کار مالکیه یا کدوم چیز مالکیه. اینها رو از این مرحله هستش که انسان وارد مرحله کتبی میشه، نوشتاری میشه، مکتوب میشه و این فرهنگ تجربه ها رو از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنه و دانش اینجا از فرد میگذره به نسل ها منتقل میشه. درسته که انسان ها تجربه دانشه، اما وقتی شما میتونید از این دانش نسلی صحبت بکنید که از نسل دیگه که نسل به نسل دیگه اون تجربه منتقل میشه و نیازی نیست که تجربه قبلی رو ده ها نفر صدها نفر بمیرن تا شما یه تجربه براتون ثابت بشه. حالا میتونید ثبتش بکنید، در نتیجه دارو درمان پیدا میشه، برای اینکه شما میتونید حالا ثبت بکنید که من این حالت بهم اتفاق افتاد، این گیاه رو خوردم یا این چیز رو خوردم و بهتر شدم. حالا میتونید یواش یواش وارد تمدن مکتوب بشید. تمدن مکتوب همینجوری ادامه داره تا میرسه به اختراع خط و قلم و کاغذ. از اینجا تمدن دیگه بهتر میشه، دیگه شما میتونید این نوشته ها رو همراه خودشون جابجا بکنید، میتونید به نسل های جدید بدید. ولی در اونجا اگر شما زمین رو جابجا شدید، از زمینی به زمین دیگه رفتید، دیگه اون تمدن مکتوبی که ایجاد کرده بودید موند. ولی الان که کاغذ اومد و خط و قلم اینا اومد، انسان ها یا حتی نه اینکه کاغذ، ببینید چینی ها قبل از اینکه کاغذ باشه اومدن روی چوب نوشتن و چوب رو میتونن همراه خودشون جابجا بکنن و این هی اینجوری چیز میکرد. کاغذ در پاپیروس در مصر پیدا شد، در چین پیدا شد، در جاهای مختلف کاغذ یواش یواش و ترک‌ها اولین ملتی بودن که این کاغذ رو تونستن از چینی ها و مصری ها بگیرن و این رو به فرهنگ تبدیل بکنن، به تمدن خودشون تبدیل بکنن. حالا در چین آیا ترک ها این اختراع کردن یا چینی ها اختراع کردن، این بحثیه که بحث تاریخی هست، خیلی هم نمیشه روش استناد کرد مگر اینکه یه دلایل واقعا متقنی پیدا بشه که قابل رد نباشه. تا اینکه میرسیم دوباره همین هم سخته، برای اینکه شما باید کاغذ خیلی گرانه، برای اینکه دستی ساخته میشه و برای ساختن یک برگ کاغذ ممکنه که 10 روز تا 20 روز، نه اینکه یک برگ، 10 برگ 20 برگ کاغذ، شما ممکنه که 1 ماه باید این فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی و اینها رو انجام بدید تا برسید به یک کاغذ رو درست بکنید. حالا یک خانم چینی، دختر خانم چینی در چین امروزی مراحل ساخت این رو خودش ساخته، نشون میده که چجوری باید کاغذ قدیمی ساخته میشد، با چه پرس میشد، چجوری خشک میشد، اینا همه رو و چجوری اینا بریده میشدن، اینا تبدیل میشد به مثلا حالا بعدا میرفت باید به کاغذ نوشتن خودش هم سخت بود، برای اینکه شما وقتی یک کتاب رو مینوشتید، نفر بعدی اگه میخواست یک کپی از این بگیره، از این بخره از شما، باید میرفت به یکی میگفت آقا این کتاب رو برای من بازنویسی کن، رونویسی کن، کپی کن
و اون باید میرفت کاغذ رو گرون میخرید میآمد، حالا این کتاب رو چند روز چند ماه میتونست این کتاب رو کپی بکنه، پول این رو باید از اون کسی که سفارش داده میگرفت. مثلا یک کتاب ممکن بود که الان فرضاً میگم حداقلش الان 20 میلیون 25 میلیون باید تموم میشد در اون زمان، فقط نوشتارش. بعد خود کاغذ هم چون بسیار گران بود ممکن بود که به همون اندازه 25 میلیون هم خود کتاب تموم بشه 50 میلیون. مثلا یک کتاب در مثلا فرض کنید 700 سال پیش 800 سال پیش 1000 سال پیش یک کتاب مثلا 50 میلیون تومان امروز هزینه میشد برای اینکه هزینه ساخت کتاب کاغذ و هزینه نوشتن کاغذ هر کدوم اگه 1 ماه طول بکشه برای تکمیل یک کتاب، حالا ممکن بود کتاب خیلی زیاد تموم بشه، برای اینکه اگر شما بخواید 50 صفحه 500 صفحه 1000 صفحه مثل شاهنامه بنویسید باید 1000 صفحه رو بخرید. حالا این 1000 صفحه ممکن بود که مثلا چند تا ماه هزینه ببره به اندازه، یا چند تا کارگری که مثلا در 1 ماه کار بکنن بتونن این رو تولید بکنن. در نتیجه خیلی گران بود تا میرسیم به مقطعی که گوتنبرگ الفبای سربی رو، البته قبل از اون الفبای چوبی هم تولید شده و استفاده شده، همچنین الفبای چاپ بر اساس نوشتن بر روی سنگ هم وجود اومده. یعنی که ولی یه متن رو وقتی می نویسید میتونید ازش چاپ بکنید، درسته این هست، اما دوباره برای نوشتن متن بعدی دوباره باید سنگ رو یا اون جل رو دوباره آجر پخته رو دوباره باید از نو بنویسید، یه چیز جدیدی بنویسید. در حالی که وقتی گوتنبرگ آلمانی میاد الفبا رو از سرب، از هر الفبا از هر کدومش هزاران، ده ها هزار، صدها هزار رو میتونه قالب بندی بکنه بده بیرون و این باعث میشه که شما دیگه وقتی میخواد یک کتاب رو چاپ بکنید فقط میاد این الفبا رو میخرید میبرید اونجا، اینجا کنار هم اینها رو میچونید، الفبا رو یه متن تبدیل میشه. وقتی کتاب رو چاپ کردید میتونید دوباره همون رو تخریب بکنید چون که فقط بستید به هم، جوش ندادید. اینها رو دوباره میریزید تو ظرف‌های الفبا و دوباره وقتی لازمتون هست کتاب جدید بنویسید اینو مینویسید. در وقتی چاپ میاد، دستگاه چاپ میاد، کتاب ارزون میشه، چاپ ارزون میشه. در نتیجه کتاب نوشتن خیلی سخته اولیه، اما وقتی به مرحله تکثیر میرسه دیگه یه دونه تکثیر نمیکنه یه نفر، بلکه یه چاپخونه‌ای هستش اونجا 1 نفر یا 2 نفر یا 10 نفر کار میکنن و از یک کتاب میتونن میلیون ها نسخه چاپ بکنن. در نتیجه قیمت کتاب به شدت سقوط میکنه و از اینجاست که اینهایی که میگن زبان رسمی و اینها اصلا تاریخ و روند چاپ رو و تمدن چاپ رو نمیدونن. در نتیجه نمیدونن که این کتاب چاپ مثلا 250 سال پیش به وجود اومده و از این زمانی که کتاب به قدری ارزون میشه و کاغذ هم از طرف دیگه خیلی انبوه تولید میشه دیگه، تولید کاغذ هم صنعتی میشه، با ماشین تولید میکنن. در نتیجه یهو شما با چیزی به نام روزنامه روبرو میشید که از هر نسخه‌ای که روزانه نوشته میشه صدها هزار نسخه چاپ میشه به قیمت ارزان که مثلا 1 میلیونم مثلا کتاب قبلی بوده روزانه فروخته میشه، یا کتاب‌های قبلا مثلا 50 میلیون تومان بود الان به نرخ امروز مثلا 1 میلیون 2 میلیون تومانه و این باعث میشه که انسان‌ها بتونن سواددار بشن. در گذشته اگر ابوعلی سینای خوارزمی کسی میرفته درس میخونده کتاب مینوشته برای اینکه پدرانشون سرمایه‌دار بودن یا استاندار و فرماندار و اینجور چیزا بودن که میتونستن بچه‌هاشون هم به مدرسه بفرستن هم اینکه کتاب براشون بخرن. ولی بعد از اینکه چاپ صنعتی شد دیگه تمدن امروز رو شاهد هستیم و بعد با اومدن رادیو و تلویزیون یه مقدار تمدن کتابت عقب میشینه، ولی دوباره با اومدن اینترنت دوباره تمدن کتابت نوشتار
سرعت میگیره و عمومیت پیدا میکنه، برای اینکه همه میخوان با همدیگه ارتباط برقرار بکنن و زبان‌ها الان با این نرم افزارهایی که اومده و زبان‌ها رو به همدیگه ترجمه میکنه هم نوشتار دوباره قدرت میگیره و تمدن میشه. حالا ما در عصری هستیم که به ما گفتن آقا ترک ها تمدن مکتوب نداشتن. تمدن نداشتن برای اینکه وقتی میگن تمدن نداشتن یعنی که ترک ها سابقه نوشتن نداشتن. ولی الان در این 31 جلسه ما حدود 50 جلد کتاب قدیمی ترکی رو معرفی کردیم که اینها در دورانی که کتاب بسیار گران بود نوشته شده. بعضی از اینها قبل از اینکه چیزی که به فردوسی منسوب میکنن نوشته شده، بعضی از این کتاب‌های ترکی، و بعضی ها در همین 1000 سال گذشته نوشته شده، نه در 100 سال اخیر اصلا صحبت نمی کنیم. برای همین من اینجا برای اینکه شماها هم مثل من آشنا بشید کتاب‌های ترکی دست‌نویس تاریخی رو معرفی میکنم. دیروز 3 کتاب معرفی کردیم، امروز ببینیم که میتونیم چند کتاب معرفی بکنیم. من دوباره میرم اون فایلی که چیز رو دانلود کرده بودم، تعداد زیادی کتاب در هفته گذشته دانلود کرده بودم، اونها رو بیاریم و صحبت بکنیم. ما دیروز و پریروز اگر اشتباه نکنم، بذارید ببینم کجا هستیم، فکر میکنم ما دیروز تا اینجا رسیدیم، این قسمت رو خونده بودیم، یعنی فرایض رو صادق و اینها رو خونده بودیم. از فرایض به قبل این، یعنی از این صفحه مونده بود. حالا من دوباره اینجا سوره نساء رو اول باز میکنم که مربوط به قرآن هست، ترجمه ترکی اون رو حالا در موردش پیدا بکنیم، ببینیم که چه چیزایی هستش. مشک اویغوری، حالا این رو برای من خیلی سخت خواهد بود که اویغور رو بخونم، اما این رو هم باز بکنیم، تلاش بکنیم که بخونیم، برای اینکه اویغوری ها هم اولا بخشی از تمدن ترک هستند و احتمالاً مادر تمدن مکتوب ترک هم حساب میشه. و سومین کتابی که میخوایم سلاطین شمایلی و کیملی، این هم خیلی جالب خواهد بود، از هر منظری که بگید کتاب جالبی خواهد بود. حالا اجازه بدید برگردیم اینجا سوره نساء، مشک اویغوری. حالا این منتخب رو دیروز و این کتاب‌های دیروز رو ببندیم، فقط کتاب‌های امروز باشه. دوستان الان با یک کتابی روبرو هستیم که در 210 صفحه نوشته شده بر اساس اطلاعاتی که اینجا این بالا دوستمون جناب آذرباش مسئول مدیر و مسئول کتابخانه آذرباش کتابخاناسی اینجا نوشته. ترجمه سوره نساء در 210 صفحه. حالا این کتاب رو ما صفحه اولش و جلدش رو نشون نمیده متاسفانه. ما الان 2 صفحه این کتاب رو به راحتی میتونیم در اینجا ببینیم. میتونیم البته یه مقدار هم کوچیکترش بکنیم که یک صفحه رو کامل ببینیم. نگاه بکنید الان این یک صفحه کامل از کتاب هست. خب همین که یه نگاه اول بهش بندازیم بدون اینکه بخونیم ببینیم این به ترکی هست، به عربی هست، به فارسی هست، به دیگر زبانهای که با الفبای عربی نوشته میشه مثل اردو یا زبان کردی و اینها هست، اول بریم ببینیم که اصلا این چه شکلی دیده میشه. ظاهرا این کتاب با 2 خط الفبا قرمز و سیاه نوشته شده و کلمات استاندارد هستش. یعنی همونطور که بارها عرض کردم دوستان، ما وقتی یه چیزی رو میخونیم مثل این کتاب که الان دوستانی که از طریق یوتیوب دارن اینجا رو، کانال یوتیوب من دارن اینجا رو این صفحه رو میبینن که به طور زنده صفحه کتاب رو نمایش دارم میدم. دوستان در اینجا اگر دقت بکنید ما با حروف روبرو هستیم. حروف یعنی چی؟ این چیه؟ اینا صدا ندارن که، اینا هیچ کدوم صدا ندارن، اسم دارن. با، الف، ب، تا، س، جیم، ج، ه، خ، اینا اسمشه، اینا صداش نیست. ما برای اینکه صدای اینها رو بفهمیم
ترک ها و عرب ها اومدن برای، به خصوص ترک ها اومدن برای هر حرف صدای اون رو هم گذاشتن. مثلا خ، این خ صداش چی هست؟ چه صدایی داره؟ خ هست، خ هست، خو هست، خا هست، خو هست، خی هست، یا فقط خ ساده است یا تشدید داره، یا در ترکی خو، 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 خو یا خ، کدوم هست؟ حالا این صداها رو باید روش بذاریم. در نتیجه استاندارد به نظر من زمانی میشه که این 11 علامت زبان ترکی رو روی زبان ترکی بذاریم. اینجا میبینیم که این کتاب استاندارد شده برای اینکه کاملا روی هر حرفی، چه به هر زبانی که باشه، عربی باشه یا غیر عربی باشه، اومده این استانداردها رو گذاشته. در ضمن میبینیم که بالای بعضی از کلمه ها خط قرمز کشیده. اینها یا عربی هن یا یه زبان دیگه هستن، یا حدیثن یا آیات قرآن، یا کلمات بسیار مهمیه که میخواد تعریف بکنه اون کلمات رو. خطش خیلی قابل خواندن هستش، بسیار به چاپ نزدیکه و به من بی سواد در زبان ترکی و زبان استاندارد ترکی و زبان ادبی ترکی و زبان زبان علمی و زبان تخصصی که خیلی بی سوادم، خب اینها رو میتونم بخونم، ولی با مشکل مواجه خواهم شد. چرا که اگر داره قرآن رو ترجمه میکنه یا تفسیر میکنه، به یک تخصص میره. من با واژه ها و کلمات و مفاهیم این تخصص آشنا نیستم. یا وقتی در مورد پزشکی صحبت میکنه، همچنین در مورد ریاضی و هندسه و حساب و اینها صحبت میکنه، همین مشکل رو داریم. در مورد هر چیزی صحبت بکنه، وقتی وارد تخصص میشه یا وارد یک علمی میشه، ما باید لغات و مفاهیم اون لغات، تعریف اون لغات رو بفهمیم تا بتونیم با اون کتاب رو ادراک بکنیم. حالا دیگه این کتاب بسیار خوب نوشته شده. دوباره یک بسم الله دیگه اینجا هستش که حالا باید دید. احتمال میدم که این سوره اونجا گفته بود نساء، احتمال میدم که یه سوره دیگه باشه و نازعات هست. مثلا اینجا سوره نازعات هستش. احتمالا این کتاب دوباره یک سوره دیگر رو هستش، عبس و تولا. عبس و تولا اینجا الا لا الاعمی. حالا این رو باید بخونیم ببینیم که این چی هستش، الاعما. خب اینها رو باید بخونیم ببینیم که چی هست. ظاهرا که یک سوره نیست. اذا الشمس کورت مثلا اینجا سوره الشمس هستش. دوباره اینجا یه سوره دیگه ویل للمطففین هستش، یا آیه سوره جده هستش. پس اینجا تنها یک سوره نیست، سوره نساء نیست، بلکه سوره های بسیاری از قرآن رو مثلا دوباره اینجا با یک سوره جدیدی رو بر هستیم، اینجا دوباره با یک سوره جدیدی. پس در اینجا احتمالاً ما اگر این کتاب رو ورق بزنیم با 10 ها سوره که الان دوباره یکی رو دیدیم روبرو بشیم. که حالا ببینیم، برگردیم ببینیم که این به چه زبانی اومده. اول صفحه اول رو یه شماره کتاب اینجا گذاشته 589 هستش، صلوات تنجینا، احتمالاً صلات تنجینا. صلات یعنی چیزی که الان در ایران به نماز مشهوره، ولی نماز گفتیم که اسلامی نیست و عبادات رو باطل میکنه. هر مجتهدی هم که بنویسه نماز میخوانیم یا ملا، بدونی که داره آیین زرتشتی رو در زیر پوستش حمل میکنه. صلات و تنجینا، نماز ما رو، صلات بگیم ما، صلات ما رو نجات میده. صاحب و مالک قارسlı عددالله افندی، خروش یا گروش. صاحب و مالک این کتاب فردی هستش به نام عددالله افندی، قارسlı عددالله افندی. اسمشه، گذاشتن اسمشو قارسlı عددالله افندی. خروش
احتمالاً این یا فروشه یا خروشه، نمیدونم، اینو دیگه نمیدونم. اینجا گفته سوره نساء، اتفاقا اینجا هم که اسمشون نوشتن سوره نساء ترجمه سی، ولی اینجا میبینیم که دیگر چیزها رو هم هستش. این فکر کنم تنزیل، املا و اینجور چیزا، ادبیات و هر چی هستش. بر اساس همین کلمه‌ای که اینجا دیدن اسم کتاب رو نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد صلوات تنجینا صلات تنجینا بها من جمیع الاحوال. این احوال با اون احوالی که ما می‌نویسیم فرق داره. اون با هی حسن هستش به نام حال و احوال، جمع احوال، ولی این احوال یه چیز دیگه است که من نمیدونم، شاید این آدم غلط نوشته. جمع احوال و الاوقات، احتمال میدم که اینجا غلط نوشته این آدم. و تقضا لنا بها جمیع الحاجات و تطهرنا بها من جمیع شیعات و ترفعنا بها اعلی درجات و تبلغنا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیوان و فی الحیات و بعد الموت. من فکر می‌کنم این آدم غلط نوشته، برای اینکه حیات هم با ت دو نقطه گرد باید باشه که اینجا غلط نوشته. حالا این کتاب هم در سلیمانیه کتابخانه نگهداری میشه. سورة النساء و البناء و المعصرات المکیه و هی 40 و 41 آیه. حالا این هم از سوره اول نساء شروع میکنه به نظرم و بعد نبع هستش و معصرات که مکی هستن. و حالا بسم الله الرحمن الرحیم، خود سوره میدونیم که با این شروع میشه. عین میم، احتمالا هم امه هستش. حالا ببینیم امه یتساءلون. اوکی، این امه یتساءلون هستش. امه چی هست؟ ببینیم این امه رو چی نوشته. اصل اما دور، اصل اما دور، اصل این کلمه اما هستش. ان ما استفهامیه، از ان، کلمه ان و ما استفهامیه، یعنی دو حرفی که یکی ان هستش یکی ما، این کلمه اما ترکیب شده در هم شکسته شده امه. استفهامیه یعنی سوال. üzerine داخل oldu، یعنی استفهامیه، مای استفهامیه روی ان اومد، داخل oldu، حذف ده استعمال اکثر دور. میگه که در بسیاری جاها، خیلی زیاد، میگه حذف اون نون و این امکانش خیلی زیاده همیشه. دور رغمن داخی افندی bu istifhameden مراد تفخیم دور. حالا ببین داره دیگه، مثلا کلمه استفهام رو من متوجه شدم، ولی حالا تفخیم یعنی چی؟ تخصصی داره میشه، داره یه نقطه ادبی رو چیز میکنه. به نظرم تفخیم میشه بو استفهامیدن مراد از این استفهامی که در این اما هستش، یک نوع استفهام خاصی، یک نوع سوال خاصی هست که تفخیمه. حالا بذارید بریم ببینیم این تفخیم یعنی چی. حالا من باید اینو به استفهام تفخیمی یعنی نمونه به جراح چه ببینیم که استفهام تفخیمی یعنی چه. در استفهام تفخیمی که از اسهام استفهام مجازی است، گوینده برای بزرگ جلوه دادن و مهم بودن چیزی سخن خود را در قالب سوال مطرح می‌کند. ما هذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. میگه که استفهام تفخیمی سوالی که به این شکل پرسیده بشه، معنیش اینه که یک چیز خیلی از یک چیز خیلی بزرگی صحبت میکنه، منتها این خیلی بزرگه و میدونه که انسان ها ممکنه
حالا چیز باشه میپرسه. مثلا فکر کنی که ما در مورد، حالا خود قرآن مثال میزنه دیگه، من میخواستم خدا رو بگم که حالا میخوام بگیم که سوال چیه، اما یتساءلون مثلا دیدم که نه، خودش مثلا اینجا داره یا سوال رو بعدا میپرسه. درر، تفخیم درر یعنی نسندن، یعنی از یه چیزی، نسنه مادی، وضعیت مادی داره، از اون یه چیزی میگه. یتساءلون میپرسن، حالا خود قرآن دوباره اینجا سرورلر، ببین سرورلر یعنی میپرسن، جمع کرده. گفتم که زبان ترکی زبان بسیار مؤدبیه، ولی ما اون زبانی که در کوچه و بازار در تبریز و ارومیه و زنجان و قزوین و همدان و تهران و اصفهان و شیراز و جاهای دیگه داریم صحبت میکنیم، زبان کوچه بازاری بسیار پایین، سطح پایین و بسیار آب خورده شده، کوچیک شده، روزانه هم کوچیک‌تر میشه، در حالی که زبان ترکی بسیار بسیار مؤدبه. به خصوص زبان ترکی مکتوب و علمایی که، اشخاص و دانشمندانی که در این زبان رو از نظر علمی و ادبی آموزش دیده باشند، بسیار مؤدبانه صحبت میکنن. متاسفانه ما در ایران، ما ترک‌ها در هر جای ایران که هستیم، در زبان خودمون چون آموزش ندیدیم، فرق بین زبان ادبی ادیبانه محترم رو با زبان کوچه بازاری نامحترم تشخیص نمیدیم. برای اینکه آموزش ندیدیم، که در اینجا نمیدونیم که مثلا سوررلر، سورماق یعنی سوال میکنه، اما وقتی میگی که سوررلر یعنی جمع میبنده شما رو، یعنی یک فرد رو هم جمع میبنده تا شما رو مثل یک کوچیک نمیبینه. وقتی طرف رو میگیم سن، خارش میکنیم، تأخیرش میکنیم. وقتی میگیم سیز، جنابز، خیلی فرق میکنه. این بهش احترام میدیم، بهش به مرز تن اون، مرز فیزیکی اون، مرز فکری اون، مرز شخصیتی اون، مرز انسانی اون و مرز حقوقی اون احترام میذاریم و میگیم آقا این مرز توئه، من وارد مرز تو نمیشم. ولی وقتی میگیم سن، وارد مرز اون میشیم. آره خب ما یک کسی رو که دوست داریم، عاشقشیم، بچه‌مونه، زنمونه، شوهرمونه، خب وارد مرزش میشیم. البته نباید وارد مرز بچه هامون بشیم، ولی وارد زنمون یا شوهرمون میتونیم بشیم، برای اینکه ما دیگه دو انسان جدا از هم نیستیم. ما دو انسان در قالب یک انسان باید باشیم. اگر ما در قالب یک انسان نیستیم، از هم دیگه رنجیدیم یا قهر کردیم یا همدیگه رو دیگه دوست نداریم، با یک دیگه میخوایم زندگی بکنیم، دیگه اینجا اون ارتباط باید مرزها اومده داخل ما. وقتی قهر میکنیم یعنی بین شما و من مرز هست، من شما رو به رسمیت میشناسم. ولی وقتی که زن و شوهر هستن، زن و شوهر همدیگر رو به رسمیت نمیشناسن، نبایدن بشناسن. باید همدیگر رو، یعنی بین اونها نباید فاصله باشه و مرز باشه. نباید با پاسپورت وارد همدیگه بشن، با همدیگه صحبت بکنن. اینه. ولی وقتی با دیگران صحبت میکنیم، با پاسپورت با دیگران صحبت میکنیم. پاسپورت اینه که باید اونها رو به رسمیت بشناسیم، باید ادای احترام بکنیم، در حالی که ما به زنمون و کسی که خیلی باهاش دوستیم لازم نیستش که پاسپورت بگیریم باهاش صحبت بکنیم. حالا به هر حال سورلر سنا یا محمد، ببینید یتساءلون یعنی چی؟ سورلر سنا یا محمد، محمدیه، محمدیه sualleri müminlerdendi diye, müminlerdendir diye baziden sual ederlerdi. İstihza edip murad ehli Mekke durur.
خب اینجا چی میگه؟ میگه بعضی ها میان در قالب سوال حضرت محمد رو، حالا مؤمن باشه، کافر باشه، منافق باشه، میخواد در قالب سوال تحقیرش بکنه. sen çok büyük müsün؟ تو خیلی بزرگی؟ اینو میخواد بگه. وقتی یکی این حالتی میشه، اون حالت تحقیر داره این سوال. میگه که یتساءلون سررلر سنا یا محمد دیگه. حالا اینجا محمد دل دو تشدید باید میذاشت، تشدید رو نذاشته. میگه یا محمد میگن و تحقیرت میکنن، سوال میکنن. سوالleri مؤمنلردندی. بعضی سوال ها از مؤمنین هستش. دیگه دوباره یا دا اینجا البته اون محمد یا هم میتونه بشه ها، یا نوشته، یا یعنی یا همون به جای یا سوالleri مؤمنلردندی، یا da بعضی سوال ها بعضیden sual ederlerdi یا da بعضی ها از بعضی ها sual ederlerdi میپرسیدند. استهزا edip مسخره میکنن. استهزا، حالا ما این رو تو ترکی هم یک کلمه از این رو، مشتقی از این رو استفاده میکنیم. بذارید اگه یادم بیاد در ترکی آذربایجانی هم اینو استفاده میکنیم. نمیدونم در ترکی استفاده میکنه یا نه. حالا اگه یادم بیاد میگم. استهزا ادیپ نگاه کنید اینجا ب نیست، ادیپ. حالا در ترکیه هم اینو الان پ میگن. ادیپ مراد اهل مکه درور. مکه درور یعنی میسته. مراد اهل مکه هستش. اما حالا اون امی اولی رو دوباره برگشتن اونجا. اما او ه رو اگه ببینید ساکن گذاشته. برای چی؟ برای اینکه اینجا این امه یه فتحه داشت. حالا این اومده به زبان ترکی داره میخواد بنویسه، به جای اون فتحه که بالای امه قرمز که نوشته بود، این اومده با ساکن گذاشته. امه داخی اوگوندی. میگه امه حتی امه هم اوگوندی یعنی خونده شد. اوگوندی یا سوال müminlerden dahi kafirlerdendi. میگه سوال از مؤمنان نیست بلکه از کافرانه. در اینجا بالا توضیح داد که سوال ممکنه که تمسخری باشه، ممکنه که تفخیمی باشه، افتخاری باشه مثلا، ولی اینجا از مؤمن ها میپرسه این سوال رو. دخی کافرlerdendi، مؤمنلردن دخی کافرلردندی. میگه نه تنها از مؤمنان بلکه از کافران هستش. مؤمنلرون، این کاف آخر اینجا نون خونده میشه. گستنیزی. حالا اینجا من گست نزدگی ایدی، کافرلرون استهزائیدی. یتساءلون دخی اوگوندی. یتساءلون هم میگه خونده شد. حالا اینجا من یه ذره افتادم تو باطلاق. نزدگی، این نزدگی یعنی چی نمیدونم، این کلمه رو معنیشو نمیدونم. یدی نزدگی احتمالا این از ذوق باشه یعنی مزه کردن. مؤمنلردن قصد نزدگی یعنی این نمیدونم معنیشو نمیتونم به دست بیارم. یدی کافرلرون استهزائیدی. کافرler اونو مسخره میکردن. یسالون دخی اوگوندی، یسالون اوخوندی. ان نبایل عظیم اولو خبردن سررلر، از خبر بسیار مهم. اولو ببینید بسیار مهم رو در ترکی مهم demir نمیگن مهم، میگه اولو خبر بسیار مهم. من اینجا الان برای اولین بار متوجه شدم که ما میتونیم بگیم خبر مهم به جای خبر مهم بگیم اولو خبر. نگاه کنید من اینو الان اینجا یاد گرفتم. الذی هم فیه مختلفون شونون gibi اولو خبر کی شونون gibi اولو خبر کی
مثل این خبر مهمی که onlar آنون اختلافی edicilerdirler. میگه اونها در اون خبر اختلاف ادیجی، اختلاف انداز هستن. اسم فاعل اختلاف ادیجی مثلا مخالف، متخالف عربیش باشه، این اختلاف ادیجی، اختلاف کننده درلر. سوال ینسعلوندن زمیر kofan giderse ihtilaf ettiklerince surete bağlar. حالا دیگه ما نمیخوایم کتاب بخونیم، میخواستیم بگیم که این کتاب ترکی هستش. ترجمه‌ای که از این کتاب ترجمه نداده. این کتاب در اصل تفسیر کلمات و آیات هستش. همونطور که دیدید عمه رو اول توضیح داد از نظر ادبی، از نظر حروفی چی هستش، از نظر ترکیب چجوری با هم ترکیب شدن نگاه کنید. بعد گفتش که این حرف سوال هستش، دو حرف سوالی که به هم چسبیدن شده این قضیه. و وقتی استفهام رو داره توضیح میده میگه استفهام چند نوعه، اونها رو توضیح میده. بعد کلمات رو با یتساءلون رو توضیح داد که چی هست، سرر سوال ده. اما بعدش توضیح داد که مثلا مؤمن ها چه جوری میپرسن، منافق ها چه جوری میپرسن، کافر ها چه جوری میپرسن و سوال استهزاری رو توضیح داد. در نتیجه اینجا نه تنها معنی میکنه این کتاب قرآن رو، کلمات تک تک کلمات قرآن رو، حتی کلمات نگیم حروف، حرف قرآن رو، حرفهای مختلفی که در قرآن به کار رفته اینها رو براتون معنی میکنه. کارکرد ادبیشو در جمله نشون میده، در قرآن معنی میکنه، توضیح میده و کارکردهای مختلفش هم نشون میده. اون وقت میاد از یک کلمه چند مورد ممکنه استفاده بشه اون رو هم توضیح میده، معنیهای مختلفش هم توضیح میده و بعد نهایت معنی اولش که معنی رو پرسیده بود بعد دیگه میاد. پس اینجا ما با یه تفسیر، حالا در اینجا میگن که چی میگن، مالتی دیسیپلینری یعنی میان چند رشته ای. اگر به فارسی ترجمه بکنم که فارسا هم متوجه بشن، الان در دانشگاه های آمریکا و کانادا و اروپا خواندن یک رشته دیگه مورد قبول نیست. شما نمیتونید برید فقط مثلا روزنامه نگاری بخونید، باید یه مقدار تاریخ روزنامه نگاری بخونید، یه مقدار کاغذ بخونید، یه مقدار روابط عمومی بخونید، یه مقدار گزارش و خیلی چیزهای دیگر رو باید بخونید تا در رشته‌های مختلف هم یه اطلاعات داشته باشید تا بتونید مثلا برید اونجا یه کاری بکنید. در اینجا الان مثلا میخوان یک کاری رو انجام بدن، آدم باید یه مقدار مثلا میگم یه مقدار فیزیک بدونه، یه مقدار شیمی بدونه، یه مقدار نمیدونم ریاضی بدونه، یه مقدار آمار بدونه، تا مثلا بتونه در یک کاری یه علمی تخصص داشته باشه. در اینجا هم ما میبینیم که این قرآن رو که ترجمه کرده بین چند رشته‌ای هست و لغت شناسی میکنه، معنی ها رو میگه، تفسیر میکنه قرآن رو، حالا خیلی چیزای دیگه که من دیگه خیلی وارد نشدم. این رو کتاب یه مقدار این وسط میبینیم که پاره شده با چسب، اینو چسبوندن بعدن. اینجا هم میبینیم که خیلی آسیب دیده، جلد اول آب رفته و اینها. امیدواریم که این کتاب آسیب بیشتری نبینه، کسایی که اینو الان دیگه تونستن به دست بیارن. مثلا ببینید اگر ما اینجا بیایم این شراب ببینیم چیه از نظر یک مترجم ترک، شراب چی هست؟ ولا شرابن تاتمیالر. ببینید شراب رو به معنی نوشی، تاتمیالر، مزه کردن میگه. شراب رو اینجا ترکی به معنی تاتماخ یعنی دادماخ. الان ما در زبان ترکی گفتم که به ته دستدار
و دال خیلی به هم نزدیکن در زبان عربی. در زبان ترکی هم وارد شده، این رو به همین شکل اومدن. این رو وقتی تات می نوشه شما میتونید داد هم بخونید. اینو تاتما یعنی مزه کردن. دادماخ، دادماغ، دادماغlar ol لا دادمایا لر ol یعنی نچشید. لا شرابن نچشید. اینو گفت دادملر اول جمعه، چون دادملر اول یعنی منفی رو اینجوری کرد. دادمالر اول، دادما منفی، دادماخ مثبت، دادما منفی، دادملر دادم یعنی دادمین، اول یعنی انجام بده. نچشش، لا شرابن نچشش. تادموده تاموده سوق کی، تاموده سوق کی آنون کلا راحت آلالر نه خود şarap ki ateşlerden def ede. Bir de dedi ki yerikle کلگه سوق. حالا اینجا دوستان من با یهو دوباره از یه جایی پریدیم به یه جای دیگه. باید گفتم که با کلماتی که در اون رشته تخصصی داره به کار برده میشه آشنا باشیم. با زبان مثلا من اینجا تادما رو با چیز فهمیدم، اما مثلا فرضاً این تاموده آیا این چی هست؟ چی میگه؟ اول تاموده، تامدا، تاموده. طعام که میگیم ما به ترکی به طعام که در عربی هستش طعام یعنی خورد و خوراک، طعام خوردنی، اون رو ما میگیم تام. مزه، همچنین مزه هست. اینجا هم گفته بود که تاتماخ همین مزه، تام هم مزه. اینه تامده سوق که اینجا حالا سوق چی میشه؟ سقماخ احتمال میدم، من هنوز اینو نمیدونم دوستان، که آنون کله راحت، اونکیله راحت، آنون که اینجا چه فکر میکنم نون باید خونده باشه. آنون ل راحت، آلالرنه احتمال میدم این آلماخ یا اللرینه احتمالا این باشه، متوجه نیستم. خود شراب کی، خود شراب این. حالا اجازه بدیم من میخواستم ببینم این شراب رو چجوری معنی کرده که بدونیم که اینجا به معنی تادماخ معنی کرد. حالا این شراب به معنی در زبان ترکی اون شرابی که میگن حرامه نیست، چون که تادماغه یعنی مشروب نیست، الکل نیست، این یه چیز دیگه است. و کل شیء احصیناه که یه کتاب رو ببینیم چی معنی کرده در اینجا. البته من که اولش تا الان نویسنده رو ندیدیم، تاریخ رو هم ندیدیم. کتابات داخی، کتابا داخی هر انکی işledenler hesap ledün aynı ani ledün ani şu halde ki yazılıp durur üzerlerine. Dahi her rengi احتمال میدم هر هنگی مثل باشه، مثلا حالا هرنگی işlederler حساب، هر هنگی بشه که işlederler من اینجوری حساب بکنم، حساب لدن آنی، حساب لدن آنی şu halde ki yazılıp durur üzerlerine. کامل متوجه نشدم من. اینو باید این کتاب
یه مقدار بیشتر اینو آدم بخونه تا با این سبک نوشتارش اینا آشنا بشه. سوره بعدی النازعات. بسم الله الرحمن الرحیم. ve nazaat kafirlerin tenlerinden canlarını çekici melaikeler hakkı için onların melaike durur. این نازعات کافر یه چیزی ببینید معنی جالبی میده. من اینو تا الان نفهمیده بودم، در این همه عربی خونده بودم و فارسی اینو قرآن اینا رو تلاش کرده بودم، تا این الان نفهمیده بودم. میگه که و نازعات چی میشه؟ kafirlerin tenlerinden canlarını çekici ملاکه‌ler، ملاکه هایی که حالا جان اینجا با تن فرق داره. نگاه کنید، تن و جان اینجا احتمال میدم منظورش، نمیگم حتما روح باشه، میگه از تنشون این جونشون رو میکشن بیرون. نازعات این میشه kafirlerin tenlerinden، از جان کافران، از تن کافران جانشون رو، ملاکه هایی هستن که جان، نازعات ملاکه هایی هستن که جان کافران رو از تنشون بیرون میکشن. حقی جون حالا اینجا به گل افتادیم. آنلرن ملائکه دور، میگه اونها ملائکه هستن. حالا سوال النازعات، حالا اینجا یه سوال گذاشته، نمیدونیم یعنی چی. لفظون محلی ندور. سوال میپرسه که تبتعوها bu کلمه تبتعوها که هستش، حالا کجا هست نمیدونم. سوال تبتعوها لفظون محلی ندور، جایگاه لفظ تبتعوها چیه؟ سوال میپرسه، خودش سوال میپرسه، یعنی نویسنده یا مترجم داره سوال میپرسه که تبتعوها، کلمه تبتعوها لفظنون، یعنی کلمه صدا لفظش محل نداره، چرا اینو آورده، چه جایگاهی داره؟ جواب، خودش جواب میده که، یعنی خودش با خودش مصاحبه میکنه در مورد قرآن. حال درور یا جمله، حال هستش یا جمله مستأنفه یا جمله منفی کننده هستش. مستأنفه فکر میکنم به این معنی. درور یعنی هستش، باید اینجوری بگیم، درور یعنی هستش. دوباره سوال یومون تضعف یعنی چی؟ ظرف درور لنبین، حالا اینجا دیگه عربیش هم نتونستم بخونم. به هر حال این کتاب ترکی هست، آیات رو تفسیر میکنه، خودش هم متوجه شدیم که سوال و جواب میکنه، یعنی یک سوالهایی رو خودش مقدر میکنه. اینجا نیست، مثلا در اینجا در قرآن اینجا سوالی نبود، بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات، اینجا سوالی نبود. این میاد خود نویسنده یک سوال مقرری رو، سوال مستتری رو، سوال پنهانی رو علنیش میکنه، بعد توضیحش میده، بعد خودش جواب میده اون سوال رو. به این شکل دوباره سوال میکنه، دوباره جواب میده، دوباره سوال میکنه، دوباره جواب میده، تا اون کلمه رو و اون معنی کلمه رو کاملا روشن بکنه. خیلی جالبه که مثلا اینجا دوباره فاذا هم بالساهره اومده، دوباره اینجا بر اساس سوال و جواب اینو هی داره باز میکنه. دوباره اینجا میبینیم سوال و جواب، در صفحه بعدی هم اینجا دوباره سوال جواب، یعنی میبینیم که خود نویسنده خودشو به چالش میکشه. çalıştırır که بوده این سوال هست،
جوابش چیه؟ دوباره ببینید در همین صفحه الان چند تا سوال، 1 سوال و جواب، 2 سوال و جواب، 3 دوباره سوال و جواب. دوباره احتمالاً هر صفحه همین رو تکرار بکنه. من همینجوری دارم، بله اینجا مثلا دوباره سوال و جواب، سوال و جواب، دوباره سوال و مکیه و هی 40. حالا دوباره یک سوره دیگر رو میره، عبس و تولا، اینجا لا اعما، یعنی متغیر اولدو، پیغامبر علیه السلام دخی اعراض ادی، آنا دین مسلحتی جون geldiğinde murad Murad ibn Ümmü Mektum durur. Ümmü Mektum atesinin ana sebebidir. Adi ana yani sebebidir. Anun Abdullah ibn Şureyh ibn Malik'dir. Peygamberin قطینده این چیه؟ پیغمبرین قطینده اول حالا چی هستش نمیدونم، داره توضیح میده الان این چی هست. این آیه رو داره توضیح میده که مخاطب این کی هستش، پدرش کیه، مادرش کیه. بعد داره خیلی توضیح میده در مورد این آیه برای به خاطر چه کسی اومده اصلا به پیغمبر. داره اینو توضیح میده که حالا کامل چیز میکنه. و حالا یه مشکلی هم با ابو جهل داشته که اول کلجرجن اتبه و شبهه و ابو جهل ابن هشام و عباس ابن عبدالمطلب و امیه ابن خلف و میگه اینها در این آیه به خاطر این حالا یه بحثی بوده، یه چیزی بوده، هر چی بوده، خیلی بحث افراد زیادی به خاطر اون آیه به میان اومده و این هم اونها رو خیلی تفسیر کرده. در اصل اینجا اومده، اینجا چیز نیست، تفسیر قرآنه، تفسیر. دوباره اینجا من سوال جواب رو دیدم که دوباره سوال بوندن اکلونر کی akla gelir. احتمالاً اکلونر کی یا علاوه میشه که معانی قرآن تتبع کلمه‌ای که اونجا گفتیم تتبع نمیدونستیم چیه، حالا متوجه میشیم که تتبع اتمیاوز دخی آنون مشکلاتنی حل اتمیاروز احتمالاً باشه، مثلا اتمیاز نمی کنید، حل نمی کنید. جواب حالا میاد دوباره توضیح میده. دوباره سوره بعد اذا الشمس کورت، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، وقتی که güneş felekinden bergile şölesi gedip ay dahi همچنان سوال دخی همچنان. ببینید وقتی که güneş خورشید فلکیندن از اون جایی که میچرخه فلک، این نشون میده که در این مقطع اینا میدونستن خورشید میچرخه، البته میدونستن به دور زمین میچرخه دیگه. فلکیندن برگله شعلسی گدیب، به سرعت برق مثل الدرم برق دیگه، حالا امروز هم برق از همین کلمه گرفتن. برگله شعلسی اون شعله چیز رفته. آی دخی همچنان که ماه، آی داخی همچنان که آی یعنی ماه، همچنان هم که همچنان. سوال شمس حالا دیگه ادامه میده. ما دیگه نمیخوایم کتاب رو بخونیم، میخوایم بگیم که این کتاب به زبان ترکی بسیار تخصصی در لغت، در جایگاه کلمات در زبان عربی و جمله
در مفهوم اون در اون زمان، خطاب اون در، یعنی الان دیدیم که در اینجا با اشاره به اون اسم افراد دیدیم که به تاریخ زندگی افراد و نقش افراد در این آیه هم برگشت رفت تفسیرش و خیلی خلاصه. در این حال که خیلی خلاصه این هم روش سوال جواب رو داره ادامه میده، خیلی عالی این رو داره ادامه میده. دوباره یه سوره جدید، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، اول وقت ده کی kötüller yarla. احتمالا من اینو kökler باید بگیم، gökler همین یعنی gök. ما الان میگیم gökler جمعه، برای اینکه در قرآن آسمان یه دونه نیست، آسمان 7 تاست، برای همین میگه gökler yarla، یعنی gökler پاره بشه و مثلا از السماء انفطرت یعنی اول وقت دیده کی gökler yarla، آسمان ها شکافته بشن، اون وقتی که آسمان ها gökler yarla و اذا kevakibin tesaret ve dahi o vakitte ki yıldızlar döküleler، اون زمانی که خیلی مفهوم زیباییه، یعنی من عربیشو نمیفهمیدم راستشو بخواید، ولی این ترکیش خیلی زیباست. وقتی که ستاره ها از آسمان مثل بارون بریزن، یعنی انگار که مثلا من یه لحظه انگور اومد ذهنم که آسمان مثل ستاره ها که انگورن اونجا، یا مثلا اینا اون دونه بشن بریزن، این به ذهنم اومد. ولی بعد دیدم که این خیلی خود ستاره ها مثل بارون بریزن. و اذا البحار فجرت و داخل اول وقت دیده کی gangi surete diye deler sebebi yırttı. Gangi nemidiyorum gangi yani ne nemidiyorum gangi yani çi. Gangi surete diye deler deke deler yani اونو نمیدونم قایق چی هست اینو نمیدونم یرده اونو به سببی که به هوش برخورده اونه پاره بکنه، یعنی حسنده یا چسنده و حسن. حالا 3 تا نقطه گذاشتین خونده نمیشه، نمیدونم این چه شکلی باید اینو بخونیم. حسنده و گبهده، حسنده و گبهده در زشتی و در نیکی و زشتی. üzültükte یعنی وقتی که üzülmak میکنیم. حالا üzülmak چی باشه به فارسی؟ نمیدونم üzülmak تو فارسی چی میشه دوستان، نمیدونم. üzüntülükte ve gısalikte. اینجا اگه من اینجوری بفهمم üzüntülükte uzunlukta kıssalık میخواستم بگم uzunlukta یعنی در طول uzunluğunda یعنی در طولش و قصه‌likte در قصه یعنی کوتاهیش. ذکورته یعنی حالا نریت، فارسی بگم نریت، در نریت و مادگی. ذکورته و انوسته یعنی در مادگی. حالا ترکی باشه میشه erkeklikte و dişilikte، اینها عربیه. و بعض خلاقه شبهدر، بعض خلقه شبهدر، خلائقه شبهدر اینا. حالا سوال میپرسه دوباره میره جواب میده. دوباره گفتیم سوره بعدی این
خیلی آقا این تفسیر قرآنه، در 210 صفحه، سوره های بسیار زیادی رو هم گفتی، کاش اینو میشمردیم چند تا سوره هست. سبح بسم الله الرحمن الرحیم، سبح باسم ربک الاعلی. نماز گل. حالا ببینید اینجا اومده این نماز که نباید بیاد، اومده وارد چیز شده، وارد نکنه بخشی از ترک ها هم مجوس بودن یا زرتشتی بودن که این نماز، کلمه نماز رو آوردن وارد ترکی کردن، چون که ترک ها نماز میگن و فارسا. نمیدونم، این یه سوال پرسیدم. بعد دوباره سوره بعدی هل اتاک حدیث الغاشیه، کلام سنا یا محمد قیامت خبر غاشیه dedükleri anın için durur ki alemlerin halgini heybet بروریه حل عربیه. این بروریه عربیه، ببخشید من حالا داشتم تلاش میکنم این ترکی بخونم. بروریه حل قد معناسine durur ya gâşiyeden murad cehennem durur. Kafirleri burduk çün ana gâşiye dedi. حالا اینو نمیدونم، این بردوک چون یعنی چونو که میدونم، اما برودuk burmaktan gelir ihtimalen, nemiyorum. Burduk çün ana gâşiye dedi. Ya cehennem düten durur. Düten yani tutmak. Ki kafirleri گوسایر. نمیدونم خیلی تخصصیه، متوجه نمیشم. دوباره والفجر، سوره والفجر رو اینجا حالا اینجا یه مستطیل هم دیدم، اینه به چیه؟ والفجر فجر حقی چون مراد حقی چون. خود قرآن قسم میخوره به فجر، زمانی که نور شکافته میشه، صبح که بخواد اون تاریکی، دل تاریکی شکافته میشه، یواش یواش یه سفیدی میاد بیرون، بعدش قرمزی و اینا، بعد خورشید میاد دیده میشه، میگه که والفجر فجر حقی چون، یعنی به حق فجر قسم میخوره. مراد صبح durur. فجر iki durur. Biri müstetil durur. Ol kinceden durur. Biri مغزز durur. حالا دیگه خیلی من اینا رو سر در نمیارم دوستان، ببخشید دیگه. این رو بریم پایان. سوره های زیادی رو تفسیر کرده. احتمال میدم که آخریش سوره نساء باشه که بلنده. بذارید ببینیم. فکر میکنم که اوایلش تعداد سوره هاست، بعد این سوره خیلی طولانی، احتمال میدم نساء باشه. نساء برای اینکه جزو سوره های بسیار بلند چیز هست. این کلمه شیعه رو اینجوری شعر هست فکر میکنم، چقدر زیبا نوشته. واقعا عشق به این هنری که در این خط به کار برده. این کسی که این حاشیه رو نوشته خیلی زیبا اونجا نوشته. حالا اجازه بدید که من برم پایین تر ببینیم که شاید یه جایی هم از این ببینید خط هنوز همون خط خیلی زیبا می نویسه. ترکی ها رو می بینید، ترکی ها معلومه که این تفسیر دیگه چیز نیست. حالا لا اله الا الله رو هم آدم اگه وقت بکنه اینو بخونه خیلی عالی میشه.
ببینید دوستان، کاش ما گروه‌هایی تشکیل بدیم، گروه‌های ترکی خوانی قدیمی، کتاب‌های قدیمی، نه اینکه این فارسا نوشته باشن، حتی نه اینکه در 100 سال گذشته ترکی نوشته شده باشه، یعنی کتاب‌هایی که در 100 سال، 100 تا میگم 120 سال گذشته، کتاب‌هایی که به زبان ترکی نوشته شده برای شستشوی مغزی نسل‌های بعدی هست. ما اگر بخوایم عقاید ترک ها رو بفهمیم، نوع نگاهشون به جهان رو بفهمیم، باید بریم کتاب های قبل از 120 سال قبل نوشته شدن رو بخونیم که هنوز ترک ها تحت سیطره امپریالیسم غربی، مسیحی ها و ماسون ها قرار نگرفته بودن. ماسون ها هنوز نتونسته بودن ذهن اینها رو خراب بکنن. باید بریم از اون زمانی که ماسون ها پاشون هنوز به این جغرافیا باز نشده یا نتونستن خیلی تأثیر بذارن، کتاب های اون زمان رو بخونیم. کتاب های بعد از اون زمانی که ماسون ها وارد این منطقه شدن، مسیحی ها خیلی اومدن تو این منطقه کار کردن، اونجا دیگه افکار ما دوستان افکار ترکی نیستش. کتاب هایی که حتی به ترکی نوشته شده باشه احتمالاً کسایی نوشتن که پول گرفتن از این غربی ها تا ذهن و نوع دیدگاه مذهبی و دینی. من فکر میکنم اینجا این ذهنم میاد که از چه زمانی ما شریعت زده شدیم. از شریعت هم منظور من شریعت به مفهومی که دیروز در اون کتاب تعریف کرد نیست. منظور من از چه زمانی ما به جزئیات احکامی که ملاها خلق کردن پابند شدیم، زندانی شدیم به اینها. از اون وقت عقب موندیم. من به نظرم این رو باید دید از ماسون ها چقدر نقش داشتن در این. برای اینکه اون آقای چیزی که اورمیه‌ای که تاریخ رو به فارسی داره میگه، اون تلویزیون های فارسی زبان، آقای شاپند چی؟ حالا اسمش یادم نیست. اون خیلی تاریخ، اون اومده گفته که آقا از چه زمانی انگلستان از پول خود این مسلمون ها و پولی که خودش بعدن از هندوستان به دست میاره، یعنی از همون زمان علاوه میکنه به یک جمعی، به یک چیز میگن حالا موقوفه، و این حقوق برای آیت الله ها میده. آیت الله های شیعه در نجف و کربلا و مکانهای مقدس مثل مشهد و قم و اینا رو حقوق بهشون میده ماهانه، به یک شرط، به چند شرط البته. یکیش هم به این که هیچ چیزی نباید بگن و بنویسن که در اون منافع انگلستان به خطر بیفته. دقت بکنید. حالا من باید اون آقا رو دوباره پیدا بکنم. ای خدا اسمش چرا نمیاد. من خیلی هم دوست داشتم تاریخشو. این آدم فکر میکنم الان بیش از 200 شاید 300 جلسه تاریخ گفته. یکی از بهترین هایی که من تا الان دیدم که با سند میگه که آقا فلان خانم شیرازی در هندوستان مثلا یه جایی داشت، حالا هر چی نمیدونم چی داشت که اونجا تجارت خونه مانندی بود، درآمد برای این خانم ایجاد میکرد و این خانم فرزند نداشت. وقتی که این خانم پیر میشه و میخواد بمیره که بخشی از پول هم از حلال نبوده، حالا من نمیگم، حالا نگیم دیگه، بالاخره میگه که وصیت میکنه که بعد از مرگ من اموال من رو به وقف بکنید، در راه دین خرج بکنید. انگلیسی ها وقتی این میمیره، سفارت انگلستان میاد دست میذاره روی این اموالش که آقا این مرده، حالا ما باید انجام بدیم. میگه این وصیتش چیه؟ موقوف هست. موقوفه به چیه؟ به دین خرج بشه. میگن حالا منظورش چی هست؟ ما میگیم منظورش چیه، تفسیر میکنن. منظورش اینه که بریم مثلا به روحانی‌ها پول بدیم. میرن به روحانی، بعدش میگن نه آقا، یه 5 سال بعد 10 سال بعد میگن نه آقا، منظورش اینه که این پول رو به آیت الله ها بدیم، آیت الله های شیعه. بعد میره مثلا میگه که آقا منظورش اینه که با چه شرایطی بدیم، میاد شرایط میذاره و اینا. حالا من فکر میکنم از زمانی که یه چنین مراکزی رو ساختند
و به این ملاها و روحانیون و باسوادان این کشورهای مسلمانی که 2-3 تا بیشتر هم نبود اون کشورهای مسلمان، یکی هند بود، یکی قاجار بود و یکی هم عثمانیه، در اینها میان به اول به باسوادا پول میدن، ببخشید به ملاها و آیت الله ها، بعد به باسوادا پول میدن، هی پول رو زیاد میکنن برای که بتونن بخرن. فراماسون به این شکل وارد میشه، سفارت وارد میشه و کتاب ها رو، نویسندگان رو، فلان رو میخره به این شکل. در نتیجه ما اگه بخوایم یک کتاب بی‌طرف بخونیم دوستان، به زبان ترکی حتی، نگیم که آتاتورک آقا ولش کنید اینها رو، در اون مقطع ما تحت سیطره هستیم، از نظر فکری و عقلی خیلی وقت تحت سیطره هستیم. ببینید وقتی که اون یه سریالی درست کرده ترکیه، خیلی جالبه، من به دوستان پیشنهاد میکنم حتما این رو ببینن اگر میخوان یه مقدار بفهمن قضیه تاریخ رو چی شده. عبدالحمید، پایتخت عبدالحمید، اینو برید ببینید دوستان. اونجا نشون میده که عبدالحمید با فراماسون ها میجنگه و شکست، آخرش هم کشته میشه، آخرش تبعید میشه. بعدش که بعد از دوره آتاتورک که اصلا این کسایی که میان رو کار هیچ کدوم ترکی نیستن، همشون من میتونم بگم فراماسونن، همشون. حتی در مورد خود این که آتاتورک فراماسون هست بحث بسیار جدی در کتاب ها پیدا شده، دارن مطرح میکنن که خودش فراماسون بوده. و اینها این خاندان عثمانی رو در ایران، رضا شاه این خاندان قاجار رو میفرسته برای فاحشگی، میذاره تو فاحشه خونه. یعنی اینقدر از این خاندان متنفر بودن این فراماسون ها و این رضا شاه و بقیه که همشون فراماسون، حتی رضا شاه هم فراماسون میشه به نظر من. اینها به قدری از این خاندان متنفرن، از ترک ها متنفرن که زنان خاندان قاجار رو، دربار رو میفرستن برای، من اینو اخیراً از یه آدمی که فارسه اینا شنیدم که ویدیوش دیگه اومده همه جا، این میگه که زنان قاجار رو فرستادن در اون فاحشه‌خانه های مشهوری که در اون زمان بوده، در این رضا شاه میسازه، در اونجا این حالا اسمش هست دیگه، اون من دیگه نمیخوام بیارم، اونجا میفرستن این زنها رو فاحشگی بکنن، یعنی مجبور به زور اینها رو مجبور میکنن فاحشگی بکنن. در ترکیه آتاتورک این کارو نکردن، در این ترکیه آتاتورک گفتن آقا هیچ پولی به اینا نمیدیم، اینها رو تبعیدش میکنیم به فرانسه. اینها رو تبعید کردن به فرانسه، زنها و دخترای جوان، پسران جوانی که بچه دارن، باید نون بدن به اینا، هیچ پولی به اینا ندادن، هیچ پولی، و اینا رو فرستادن اونجا. اونا وقتی رفتن اونجا چیکار باید بکنن؟ رفتن کارخونه های اینا، احتمالاً فراماسونری سازماندهی کردن، هیچ جا به اینا کار ندن، اینا زبانهای خارجی بلدن، اینا هنر بلدن، اینا فلان بلدن، نه اینا اجازه ندادن هیچ کاری خودشون انجام بکنن. گفتن اینا برن مثلا در کارخونه های شراب سازی 18 ساعت تا 20 ساعت در روز کار بکنن، نون در بیارن. یه چنین جنایت هایی در حق اینا کردن. حالا شما اینها رو مقایسه بکنید با رضا شاه و بقیه که مثلا فرار کردن از ایران چند بار، محمد رضا، ببینید میلیون ها دلار پول آوردن، هیچ کدوم اینا کارگری نمیکنن در خارج از ایران، بهترین زندگی ها پادشاهانه زندگی میکنن. هیچ پادشاهی زندگی فرزندان نوه های رضا شاه رو نداره، محمد رضا رو فرزندان و نوه های محمد رضا رو نداره. هیچ پادشاهی در مثلا پادشاه فکر کنی که مثلا سوئد اون زندگی رو که الان اینا دارن اونا ندارن، پادشاه سوئد نداره، دانمارک نداره، هلند نداره. خب حالا شما اینا رو مقایسه بکنید با ترک ها به چه وضعیتی افتادن. اینا رو فراماسون ها این کارو کردن. حالا من میخوام فراماسون ها رو شما در اون سریال پایتخت عبدالحمید میبینید که
خود عبدالحمید رو هم فراماسون میکنن، برادرش که فراماسونه. یعنی نگاه بکنید، یعنی ببینید از چند، شاید از مثلا اگه بگیم مثلا شاید من اگه الان بخوام بگم که آقا فراماسونری از چه سالی وارد سیستم ترک شده و ترک ها رو خریده، شاید بریم 200 سال پیش، 250 سال پیش بگیم که فراماسونری، یعنی دقیقا میتونم اینجوری بگم فراماسونری از سالی که تونست بابری ها رو تو انگلستان بتونه به قدرت تبدیل شد، فراماسونری به قدرت نظامی و تونست بابری ها رو سرکوب بکنه، ارتش بابری ها ترکای بابری رو سرکوب بکنه و از بین ببره، در اون مقطعی که داره قدرتمند میشه و سلاح به دستش میگیره، دیگه فراماسونری قدرت گرفته، دیگه یاد گرفته که من در عثمانی چیکار بکنم، در قاجاریه چیکار بکنم، یا در مثلا در روسیه که الان تحت استعمار روسه چیکار بکنم. اگه من به این دقت بکنم متوجه میشم که اون زمانی که عباس میرزا می جنگه و ما سرزمین ها رو می بازیم به روس ها، ما ترک ها نه فارس ها، ما ترک ها سرزمین های آذربایجان رو می بازیم به عثمانی ها، من فکر کنم در اون مقطع ما با تجربه و پول فراماسونری مواجهیم در ممالک محروسه قاجار. من فکر میکنم اگه بخوایم یه کتاب ترکی بخونیم که افکار ترکی رو متوجه بشیم که درش افکار فراماسون ها دخول نکرده، شستشوی مغزی نکرده ما رو، باید بریم کتاب های 200 سال قبل، 250 سال قبل، الان دیگه رفتم تو اون قبل، یعنی این کتاب ها رو باید بخونیم، این کتابی که الان اینجا نوشته رو باید بخونیم. این کتاب الان این آیه تموم شد، این کتاب تموم شد. من فکر کنم آخرین سوره‌ای که اینجا اومده همون سوره نساء بوده، به خاطر بزرگیش اینو گفتن که خیلی طولانی بودنش گفتن. حالا اینجا یه چیزی آخرش نوشته، بذارید ببینیم میتونیم یک کلمه پیدا بکنیم که نویسندش چیه و چه تاریخی نوشته شده. متاسفانه نمیبینم، من دارم اینجا میبینم که آخرین کلمه فضیلتن بولر قل هو الله احد رو اینجا داشته ترجمه میکرده. بله از اینجا دیگه وارد بسم اللهش ننوشته، همینجوری اومده. Bu سوره cümle surelerin cemal durur nece ki peygamber aleyhisselam innallah cemilun yuhibbul cemal dedi, kendi cemalini kendilerinin suretle Kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad suresi onun envarinden durur. Hikayet bir fakir. حالا این آخرش هم که اینجا میاد سوال میکنه، قل هو الله احد رو دوباره یه سوال میکنه که اونجا ضمیرش چیه و جواب میده، دوباره سوال و جواب و سوال و جواب و سوال و جواب و تمام میشه. و آخرش هم اینجا میبینیم که ابجد اینجا کل مرتینجا من ظلمات، حالا نمیدونم نمیتونم اینو بخونم، من اینجوری نمیتونم بخونم، این گاله هست گل هستش نمیدونم، من ظلمات البر و البحر هو اینجا بسم الله الله ابجد ظرف نمیدونم چی گل یا اله لا اله الا الله احتمال یا اله الا که دیگه اینجا یه چیزی. آقا این هیچ تاریخی نداره. خب دوستان، برای من فکر میکنم دوستانی که تجربه خوندن این کتاب ها رو دارن میتونن از روی کلمات، دیکته کلمات چجوری دیکته شده و از نوع خط بفهمن که این در چه دوره‌ای از تاریخ نوشته شده، حداقل یه دهه براش میتونن مشخص بکنن که این در دهه فلان نوشته شده. متاسفانه من یه چنین سوادی ندارم و نمیتونم بخونم. بریم یه کتاب دیگر هم بخونیم. من فکر می‌کنم نمیتونیم
عدالتنامه حضرت علی رو امروز، حالا 4 کتاب باز کردیم ما امروز یا 3 کتاب. مشک اویغوری رو هم ببینیم. این ترک‌های اویغور به آذربایجان خیلی نزدیکه. رساله به خط مغولی و رساله جام جهاننمای فی التصوف. ببینید اسم کتاب چی بوده اینجا؟ گفتم مشک اویغوری در 800 و حالا اون یکی کتاب رو ببینیم. من بالا یه چیزی خودش گفته، نه این نگفته که در چه تاریخی نوشته شده، اما مشک اویغوری دوستان ببینید اینجا گفته که در 869 هجری قمری در 32 صفحه نوشته شده. 869 قمری. بذارید من ماشین حساب رو هم بیاریم ببینم. من ماشین حساب رو هم بیارم حساب بکنیم دیگه. من چرا اینجا کلکیولیت بکنیم. گفته 869 منهای 1446 مساویس با 576 سال قبل این کتاب نوشته شده دوستان. ولی چی بوده؟ اول این که گفته رساله به خط مغولیه، یعنی اصل رساله به مغولیه. حالا اینجا ببینیم به چی هست. دومی که رساله جام جهاننمای فی التصوف، اسم کتابه هست جام جهاننمای فی التصوف. خب میگه اوراقش 17 تاست، سطرش 22 در هر صفحه. این هم یا نویسنده هست یا وقف کننده که میشه خوند. باید یه مقدار وقت بذاریم ببینیم که سلطان عبدالحمید خان افندینون برکاتی چی حالا اینجا دیگه احتمالاً اون تاب از سره فلان حضرت دارین. من نمیتونم بخونم این مهر رو، ولی اینو میشه خوند، پیداش کرد و خوند. برینجی جورمه، ایچینجی جورمه. این خورمه هست، فورمه هستش، خورمه هستش، چی هست نمیدونم. یکی به ما زنگ میزنه نمیدونم کجا، ولی من نمیبینم. خب اومده اول الفباشو گفته. ببینید دوستان اگرم مغولی باشه اول کتاب رو کوچیک بکنیم، صفحه ها رو کامل ببینیم. اول یه نگاهی کلی به کتاب بندازیم. کتاب به این شکل دوستان. این صفحه اولشه بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا داره آموزش میده. آها مشقش اینه. خب ببینید دوستان این احتمالاً حروف مغولی هست. این زیرش همین که ما به امروزه میگیم الفبای ترکی عربی، نه عربی ترکی، الفبای ترکی عربی، من گفتم اینو. داره این رو میگه که مغولی چجوری خونده میشه. این مغولی اگر بالا اگر مغولی باشه، حالا بعدا نشونتون میدم بیشتر، اگر این بالایی مغولی باشه خیلی شبیه حروف الفبای عربی اولیه هست و یه مقدار هم شبیه حروف هندیه. شبیه، نمیگم خودشه، ولی خب حالا اینو داریم میبینیم. اینجا تموم شد. اول کتاب گفته بود 2 تا کتاب اولی تموم شد. اینجا دوباره همون مغولی هستش. اینجا نه، اینجا اومد و به شکل ترکی عربی میتونیم حالا اینجا رو بخونیم و بفهمیم چی هستش. اینجا یه جدول خیلی جالبی اینجا هستش که بعداً اگه تلاش بکنیم بخونیم خیلی عالی میشه. اینجا تموم میشه، دوباره یه چیزی از اینجا شروع میشه و دوباره اینجا تموم میشه و دوباره یه چیزی اینجا شروع میشه که دایره هاست. دوباره اینجا یه چیزی شروع شد و رفت. یه انگشتی هم اینجا میبینیم، یه اثر انگشت. حالا اگه اینو بزرگش بکنیم شاید بشه یه روزی، شاید انسان ها بتونن. حالا من اینو خودم حالا به شوخی میگم ولی جدی بگیرید. من باید یه جایی اثر انگشتم رو یه کتاب با روغن بذارم بمونه. شاید یه روزی از این اثر انگشت بتونم منو دوباره زنده بکنه. خیلی دوست دارم یه
مثلا 1,000,000 سال دیگه حداقل آدم زنده بشه بیاد ببینه دنیا چه شکلیه، خیلی جالب خواهد بود. فکر کنید که مثلا پدران ما که 1,000,000 سال قبل حتی 10,000 سال قبل زندگی میکردن، الان بتونیم با یه علمی اینها رو زنده بکنیم، بیان زنده بشن بگه اوکی مثلا انصاف علی تو نوه منه، مثلا نوه 10,000,000 منی، من حالا این دنیا رو ببینه، مثلا ببینیم چقدر این چه شکلی براش خواهد بود. البته که خاطری از گذشته نداره که نخواهد داشت. خب به هر حال این کتاب در اینجا به تمام میرسه، کوچیکش بکنیم و برگردیم دوباره به صفحات اول و یه مقدار مغولی یاد بگیریم. پس ببینید دوستان، این کتاب همونطور که قبلا گفته بودم، ترک ها چون امپراتور جهانی هستن، امپراتوری جهانی دارن و هزاران زبان و 10,000 دین درش هست، بر روی همه اینها کار میکنه. حالا اینجا مغولی رو ببینیم چی میگه، بزرگش بکنیم تا ببینیم چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. به مغولی اینو نوشته دیگه، حتما این بسم الله الرحمن الرحیمه. اینجا ه را هم گذاشته که یعنی اون ه اینجاست، مثلا این علامت ه هست، اینجا علامت ه هست. آ رو اینجوری می نویسه در مغولی، با همین ب رو اینجوری می نویسه، قا رو اینجوری می نویسه، وا رو اینجوری می نویسه. حالا با صدا می ببینید اینی که من گفتم دوستان خیلی اینجا به درد میخوره. گفتم که ما حرف وجود نداره، حرف ها تصویر و شکلی از یک صدا رو میخواد به وجود بیاره، نمیتونه. در نتیجه ما صدا رو میگیم الف، با، تا، سا، جیم، چه، شین، صاد، زاد، تا. به اسم اون شکله، نه صداش. این چیزی که من خودم دارم بهش پی میبرم، به تدریج داره در من رشد میکنه که این چیزی که ما به نام حروف مینامیم حرف نیستن، شکل‌های یه صداهایی هستن که ناقصن. ما باید با صدا علاوه کردن صدا به اون شکل‌ها صدای اون حروف رو در بیاریم. نگاه کنید اینجا گفته، این خودش یه صداست، حرف نیست. ولی این نشانه که یه حرف بکشیم روش یه کلاه بذاریم، این یه استانداردیه ما مقرر کردیم برای صدای یه بلند، این مد رو بذاریم روی این حرکت. این به تنهایی چون خونده نمیشه، ما باید براش صدا بذاریم. اینجا اومده این صدا رو گذاشته. این مدی که بالای هست دوستان، اون صدای این هست. این خطی که اینجوریه، این صداش اینجا گفته این نیست، او نیست، نیست، او نیست. خب این گفته این ب نیست، با گفته برای اینکه این صدا باید صدا بده. این یه جوری نوشته میشه مثل سه دندانه با 2 نقطه، این میشه. مثل میمه. میگم من عربی از قدیمی دیدم اینو تو اون حروفی که چیز هست. اگه من اینجا یه صفحه باز بکنم، حروف، بذارید اینو دوباره من بیام اینجا، حروف کوفی. حروف کوفی رو اگه بخوایم بذارید ببینیم اینجا میتونیم تصویرش رو ببینیم. ببینید اینا حروف کوفی هست. نگاه کنید خیلی. حالا یکی دیگر رو بیاره، نگاه کنید این حروف کوفیه، این کلمات کوفیه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. الله اینجا نقطه اینا نقطه نیست دوستان، نگاه کنید اینا نقطه نیست. من چیکار کردم؟ اینا نقطه نیست، این قرمزها، اینها برای زیبایی گذاشته شده. اینها ببینید بسم الله اگه بگیم این با نقطه این هست، این زیر الله چیکار میکنه؟ الله که نقطه نداره. رحیم حالا اگه بگیم این نقطه هست، پس اینجا این رحمان دوباره اینجا چیکار میکنه؟ این اینجا و این اینجا. ببینید
دیگه بقیه رو نمیتونم بخونم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم رو خوندیم تا اینجا، از اینجا به بعدش رو دیگه نمیتونیم بخونیم. خب حالا اینو ببندیم، حروف کوفی رو دوباره برگردیم اویغوری. این اویغوری رو اگه دقت بکنید گا و سا، ببین این مثل س بود با 2 تا نقطه شد گا، اینجا س با آ میشه سا، صدا رو ده. حالا ما با صدامون رو بریم، با حروف نه. ما با اینجا در آموزش مغولی بر زبان ترکی نیومده بگه الف ب ت بعد بیاد صدا رو نفهمیم. این از اول اومده گفته آقا، بعداً در صفحات بعدم من دارم میبینم که با صدای او ای او اینا کار خواهد کرد که بگه آقا ما صدا داریم، ما حرف نداریم. خب این اومده این کارو کرده، یا اینه، کا اینه، تا به این شکل نوشته میشه، ما به این شکل نوشته میشه، نا به این شکل نوشته میشه، چا را شا لا. حالا اینجا اومده داره میخواد کلمه بشه، آباگا، نمیدونم یعنی چی. حالا میخونیم ما ولی نمیفهمیم. گفتیم که ما وقتی استاندارد باشه میتونیم بفهمیم، با صدا باشه میتونیم بخونیم اما معنیش نمیفهمیم. مثلا اردو رو یا کردی رو یا زبانهای دیگر رو هم میتونیم بخونیم. مثلا الان من دارم چیز رو میخونم، مغولی رو میخونم نمیفهمم. برای چی؟ برای اینکه استاندارد صدا داره. حالا من میتونم آباگا، واسایا، کاتاما، ناچارا، شالا، باب، آ، ای. حالا اومده دوباره میاد میگه که آ، ای، او. نگاه کنید، آ، ای، یه چیزی آورد گفت ایه، او یه چیزی همانندی گذاشت با و شد او. با بالا بود، با این بالا بود، همونو دوباره اینجا نوشته. با بی ای، ببینید بی رو چه شکلی می نویسه، آ ای او، با بی بو. نگاه کنید داره یاد میده. برای همین گفته مشق ترک مغولی. گا، ببینید گا گی گو، وا وی وو. حالا دوباره بریم این صفحه، وی وو، سا سی سو، یا یی یو، کا کی کو. این مغولی رو به ما یاد میده. حالا اگه یکی علاقه‌مند باشه که کتاب‌های مغولی بخونه میتونه اینا رو اینجا یاد بگیره بره. اینجا دوباره باب، یه فصل جدیدی شروع شد. آب به این شکل نوشته میشه در اونجا، ایب به این شکل نوشته میشه. نگاه کنید حالا صدای آ رو با ساکن میاره، آب، ایب. بدون صدا کلمات خونده نمیشه، نمیتونیم حروف رو بدون صدا بخونیم. برای همین با صدا آب، آب، ایب، اوب، باب، بیب، بوب، گاب، گیب، گوب، واب، ویب، ووب. اینجوری نگاه کنید. دوباره اینجا میاد ت رو میگه، تاپ، تیپ، توب، ماب، میب، موب. اینا دیگه آموزش داره میده. اینجا دوباره باب، آو، و به حرف و رسید، آو، ایو، اوو، باب، بیو، بوو. همه حروف رو با این داره بازی میکنه، صداهاشو با او و داره بازی میکنه. و به تنهایی خونده نمیشه، برای اینکه تنهایی خونده نمیشه میشه آو، او، ایو، اوو، باب، بیو، بوو. صدا رو میاره. من اینو میخواستم بگم که اینجا این مغولی خیلی به ما کمک کرد. حالا ببینید اینجا باب، اینجا چی میره؟ ز. ببینید چند تا ز رو میاره اینجا، میگه که ز، رز، دستلی ز، ز مثل ظالم، دال ز مثل چی بگیم؟ حالا من یادم نمیاد که چی بگم. زلیل یادم اومد. سه هم سه تاست، این یه دونه داره. یعنی میخواد بگه برای 3 تا ز و 3 تا سه که ما در فارسی و ترکی نمیتونیم، الان در ایران نمیتونیم صداهای اینها رو تشخیص بدیم، چون اینها برای عربی، ترک ها برای زبان عربی اینها رو طراحی کردن.
حالا اینها رو میگه که یه دونه داره. باب آز، ایز، اوز، باز، بیز، بوز، گاز، گز، گوز، گاز، گیز، گوز، واز، ویز، ووز. همه اینا یه دونه است، میگه که این یه دونه است. حالا بعد میره به سه، ببینیم سه رو چجوری میاره. راز، ریز، روز، شاز، شیز، شوز. اومد به ش. لاز، لیز، لوز. باب دوباره اینجا آی، ای، اوی، بای، بی، بوی. حالا اینا رو دیگه مغولی رو هم خیلی جالب بود. بریم از اینجا بیرون. اینجا مغولی نوشته، یک جمله مغولی نوشته. حالا من نمیتونم بخونم. اینجا ببینید گفته که اه، خ، ه. اینجا که بعضی جاها که سخته اومده اینجا یه کاری کرده دیگه. حالا بریم ببینیم اینجا چی گفته. این کتاب هم دوباره در کتابخانه دوستان سلیمانیه نگهداری میشه. بذارید اینجا مهر رو ببینیم میتونیم بخونیم. مرحوم لا اسماعیل افندینین بیر کاچ کافردوس آستان سلطان عبدالحمید خان. احتمالا این باید از اینجا بخونیم به بالا، از پایین بخونیم. سنه در کتابخانه نمیدونم. حمد بی حد و شکر بی شکری. این یادمون باشه این به زبان اویغوری، ترکی و اویغوری هست. من الان اینجا برای شما زبان اویغوری میخونم. حمد بی حد و شکری بی پی حد اد، سزای ذاتی که وحدتش منشأ احدیت و احدیت شد و مرات ازلیت و ابدیت گشت و این فارسی شد که و رابطه باطنیت و ظاهریت و واسطه اولیت و آخریت آمد که حد فاصل اشارت به دوست و برزخ و جامع عبارت از اوست و حقیقت محمدی خود اوست و ثنای. حالا اینجا ببینیم دیگه آیا این فارسی ادامه پیدا میکنه یا اینکه یه جایی تا اینجا که فارسیه. میبینیم چه جسم او و از به حقیقت و روح و جسم و جمال جمیع و فلان، اینا رو هم که دیدیم. احتمال میدم که اینجا اصلا مختلف بود. شاهد خلوت و خانه غب و هویت خواست که خب اینجا هم که فارسی بود. اینجا هم که فارسیه، این صفحه هم فارسیه. اینجا تموم شد. صورت و دایره اول این است. صورت دایره اول این است. علم و نور و وجود، علم، نور، شهود. العین الاول برزخ الکبرى حقیقت محمدیه اهدیه الجمیل قاب قوسین. این آقا از اینجا به بعدش مثل این که فارسیه. مغولی رو یاد داد رفت به فارسی. خب این کتاب فارسی هستش دیگه، وقت براش نمیذاریم. از اینجا به بعدش فارسی بذاریم ببینیم اینجا چی؟ این چی بود؟ قاب قوسین الوجود. این عربیه، این قسمت ها عربیه تخصصیه و این دایره مقوس کرده شد به دو قوس. خب ببینید حالا فارسی رو هم بذارید از این روی فارسی یه ذره صحبت بکنیم دوستان. این کتاب ببینید که چه سالی نوشته شده. حالا احتمال میدم که در دوره عثمانی نوشته شده. ببینید زبان فارسی دوره عثمانی، یعنی بذاریم 400 تا 500 سال پیش بگیم یا 300 سال پیش، 400 سال پیش بگیم، چه فرقی با فارسی امروز داره، در حالی که شاهنامه فردوسی این فرقو نداره. وین دایره مقوس کرده شد به دو قوس به سبب خطی که مارست پهنما بینهما نن قوس را به ظاهر وجود مخصوص کرده شد و یک قوس دیگر را به ظاهر علم
علم و خط و ستانی وستانی و خط و ستانی که در این مرتبه صورت مرزخیت اول است، احتمالاً برزخیت یا مرزخیت اول است. به حقیقت انسانی چنان که پیش از این گفته شد و چون قوس ظاهر وجود به اعتبار کثرت نسبی منشأ. ببینید از نظر ادبی و جمله بندی خیلی با فارسی امروز متفاوته. یعنی ما کتاب‌های ترکی خوندیم مال 500 سال پیش، اینقدر متفاوت نیست با فارسی امروز، با ترکی امروز. ببینید اینجا خیلی متفاوته. چنان که پیش از این گفته شد و چون قوس ظاهر وجود به اعتبار کثرت نسبی منشأ اسماء الهی بود، 20 احتمالاً هست و 8 اسم کلی الهی در و ثبت کرده شد و جون قوس ظاهر علم به اعتبار کثرت حقیقی منشأ حقایق کنونی بود. دوباره این فکر میکنم که همونطور که اینجا پ رو نخوندیم چون قوس این پ خونده نمیشه، اینجا هم باید هست بخونیم و 8 بخونیم دیگه. اسم کلی کونی در وی ثبت کرده شد بر عدد، احتمالا اینجا 20 باید باشه، نمیدونم، باید رفت اینجا دید، اینجا رو باید دید، بر اساس اون باید دید که چی به چی هست. خب دوستان، اینجا و عالم عقول و نفوس و عالم کثیف، و ببینید این کلمه رو هم قرمز نوشته، یعنی با رنگ دیگری نوشته، عالم کثیف و آن عالم اجسام است که آن از محیط عرش است تا به مرکز خاک و این دو عالم به تمامها در این دایره ظاهر می شود. خب ببینید خیلی از نظر جمله بندی با فارسی امروز متفاوته، مثل جیوه و علم و ارادت و قدرت و سمع و بصر و کلام. خب از این کتاب هم بگذاریم. این کتاب ببینیم این چی هست. عدالتنامه رو دیروز خونده بودیم، اینجا اومده این عدالتنامه حضرت علی رو دیروز خوندیم. استفهام تفخیمی رم که گفتیم، حروف کوفی رم که دیدیم. من 3 تا کتاب باز کرده بودیم. خب تا اینجا بس، همین 2 تا کتاب بس باشه دوستان. راستشو بخیر خسته شدم خودم. روزتون بخیر و روزگار به کامتون. فردا با کتابی دیگری در خدمتتون خواهم بود.